طبق آماری که سازمان جهانی رهایی از شکنجه از شکایت‌های دریافتی از شکنجه در کشورهای مختلف دنیا در سال 2017 پخش کرده است، ایران بعد از سریلانکا در رتبه دوم قرار دارد. شکنجه در زندانهای ایران غیر قابل انکار است و سیستماتیک برای اعتراف گرفتن و وادار کردن به اعتراف به کار گرفته می شود. از شکنجه فیزیکی، جنسی، پخش اعتراف در رسانه‌های تصویری، فحاشی، بیدار نگه داشتن در شب، تهمت‌های ساختگی و الی آخر. رژیم از شکنجه و دیگر نقض‌های حقوق بشری برای رواج ترس در میان مردم، سرکوب فعالیت‌های سیاسی، اجبار به اعتراف و مجازات استفاده می‌کند. در مورد انواع شکنجه در ایران فقط توضیح یک درد شخصی نیست، بلکه بازگو کردن خشونت سیستماتیکی است که نهادهای امنیتی در قبال زندانیان به خرج می‌دهند. شکنجه در ایران رسما وجود دارد و سیستم ولایت فقیه آن را نفی نمی‌کند. بنا به قانون شهر در جمهوری اسلامی، شکنجه به شکل مجازات علنا بخشی از اعتقاد رژیم است. در ایران مجازات شلاق وجود دارد که جمهوری اسلامی آن را از قوانین خود می‌داند. مجازات قطع انگشتان دست، قطع دست و پا را هم بخشی از اجرای قانون خود می‌داند. این موارد از نظر تعریف شکنجه محسوب می‌شود و در واقع غیر انسانی و غیر اخلاقی هستند. در ایران مجازات سنگسار که وحشیانه ترین نوع گرفتن جان انسانی است، امری واقعی است که انسانیت از دیدن آن خجل مانده است. به قتل رساندن زندانیان و بعد به دروغ گفتن که زندانیان خودکشی کرده‌اند، روش دیگر رژیم ایران برای سرکوب مخالفان است. هیچ عقل سلیمی نمیتواند بپذیرد که این همه انسان شریف پیاپی طی چند هفته در بازداشتگاه‌های به شدت کنترل شده سپاه و دستگاه‌های اطلاعاتی دست به خودکشی زده باشند. به عبارتی همه این افراد در هر حال به واسطه فشار و شکنجه به قتل رسیده‌اند و هیچ کس ادعای خودکشیشان را نمیپذیرد. و عامل اصلی قتل در واقع خود افراد وابسته به رژیم میباشند. تکرار این قتل‌ها نشان می‌دهد که شرایط زندان‌ها و شکنجه زندانیان سیاسی در این اواخر به رغم جار و جنجال‌های فریبکارانه‌ای که همزمان با اعمال این جنایات فجیع در مورد حقوق شهروندی و قبول حق اعتراض و فعالیت مسالمت‌آمیز مدنی به راه افتاده دروغ محض است. ما امروز شاهد این هستیم که سیاست سرکوب و ضد بشری جمهوری اسلامی برای از بین بردن صداهای حق طلبانه و انسان دوستانه همچنان ادامه دارد.